به خاطر ادای مسئولیت و به خاطر دعا نمودن هست، مگر نه حرف و سخن و فریاد کشیدن بیفایده هست، هیچ فایده ندارد و هیچ گوشی نیست که بشنود. موضوع غزه با عزت هست. قلوب امت اسلامی در این شب و روزها بار دیگر جریحه‌دار و پردرد و پرغم و اندوه شده است. در هفته‌ای که گذشت عزیزان من، بعضی ها خبر دارند و بعضی ها بی خبر هستند، این را به خاطر دعا نمودن بیان می کنم. در هفته‌ای که گذشت یهود جنایتکار بار دیگر پیمان شکنی می کند و ملت مظلوم و آواره غزه را در زیر بمها قرار می دهد که جان صدها تن را می گیرد، جان اطفال معصوم و بیگناه را می گیرد، جان زنان و مردان و موسفیدان را می گیرد. خانه نیست که دیگر ویران شود، خیمه ها را او بمها تکه و پاره می کند و جگرهای ما را تکه و پاره می کند. این مکر یهود هست و این پیمان شکنی یهود از امروز نیست. صهیونیست غاصب، یهود جنایتکار، بنی اسرائیل، اینها کسانی بودند که با رسول الله هم عهد و پیمان خود را شکستند، اما درد دل ما از طرف دشمن نیست. دشمن هست ای امت رسول الله. امروز حرفهای ما نمایشی شده، دعاهای ما نمایشی شده، زندگی ما نمایشی شده. نمیدانم که جرم آنها چیست. شما بگویید جرم اطفال معصوم و بیگناه چیست؟ جرم او کودک و نوزاد داخل گهواره چیست؟ دیشب به تازگی پای 7 کودک و نوزاد را بدون بیهیسی، بدون بیهوشی قلم کردن. اونها بیپا شدن. بیپایی کودکان اهل غزه یعنی برپایی قیامت. والله که به خاطر خواهران و برادران مظلوم ما در غزه این قلب میخواهد بیرون بشود. الله الله، جگرها خون است در این روزها، جگرها خون است در این روزها. در طی 50 ساعت بالای 500 نفر کشته و زخمی. آواره ها را ببینیم، این قتل و غارت ها را ببینیم، این جرم و جنایت ها را ببینیم. یا الله خودت به میدان بیا، یا الله خودت به میدان بیا، یا الله یا منتقم خودت به میدان بیا. یا الله کسی صدای ما را نمیشنود. یا الله کسی نیست پرسان کند که جرم اهل غزه چیست جز ایمان و غیرت و شهامت و مردانگی. چیزی دیگری نیست. به خدا قسم، به خدا قسم ای مسلمان ها، ای بندگان الله، به خدا قسم میخورم که این روزه ما، نماز ما، عشق ما در برابر جهاد به غزه ملعبه هست، بازی هست، فریب دادن خود ما میباشد. سکوت سنگین رهبران جهان اسلام زخم عمیق‌تر و بزرگتر از بمهای دشمن بر پیکر امت اسلامی است. 2 میلیارد مسلمان نظاره می کند تکه و پاره شدن اطفال معصوم را. 2 میلیارد مسلمان از برای خدا. لعنت خدا باد بر حقوق بشر کاذب دنیا. لعنت خدا باد بر حکومت فرعونی امریکای جنایتکار. لعنت خدا باد بر صهیونیست غاصب و جنایتکار. بیاییم به حال بیاییم.
ای امتی که روز شما عزت داشتیم کجا روان هستیم؟ ما به کجا روان هستیم؟ یهود یک مشت اندک است بر سر تمام مسلمان ها حکومت میکند. شرم است به حکام امت اسلامی. به خدا قسم نمیدانم که اینها چگونه نان میخورند، چگونه نفس میکشند، چگونه زندگی میکنند. به همسایگی فلسطین قرار دارند، به همسایگی غزه قرار دارند. والله زندگی برایشان شرم است. میدانید که اهل غزه وقت شهدای خود را دفن میکنند چی میگویند به شهدای خود؟ به شهدای خود میگن که تو شهید شدی، به الله و رسول الله پیام مار برسان. بگو که امت مار تنها گذاشته، امت مار فراموش کرده. قسم حکام کشورهای اسلامی روز قیامت طرف رسول الله نگاه کرده نمیتوانند. ایمانی که کودکان غزه دارند حکام کشورهای اسلامی ندارند. حرف من این است که زبانمان برای دعا نمودن و دستانمان برای کمک و قلبمان برای یاری نمودن و همدردی هنوز زنده هست و آماده هست. دعا داشته باشیم، دعا داشته باشیم. ما و شما خو اشغال روس را دیدیم، اشغال امریکا را دیدیم، اشغال انگلیس هاری ملت دیده. اشغال و بم و آوارگی خیلی سخت است. 80 و چند سال است که فلسطین می سوزد، غزه می سوزد، اما ما مسلمان ها به دنیا گرویده شدیم. همه ما مسئولیت داریم. دعا را فراموش نکنیم. دعا کار ساز هست. بس انشالله دعا میکنیم. وقت سحر، وقت افطار، هر کدام خصوصی دعا بنمایید که الله امریکای قلدر و فرعون را سرنگون بگرداند. الله باز آتش را بیاورد که گرفتار اعمال خود بشوند. وقت آزمون و امتحان هست. ای بندگان الله، این منبر رسول الله هست، این خانه الله هست. قبر و قیامت پیش روی ما و شما هست. درست است که ما نمیتوانیم صلاح به دست خود بگیریم بریم، اما ادای مسئولیت کنیم. کسی نگوید که به من ربطی ندارد. وقتی مادران فلسطینی میبینیم که با اون نوزادهای خود، با کودکان خود ودا میکنن، اونها رو با آغوش میگیرن، او آغوش نوازش نیست، او آغوش ودا هست. عزیزان من، الله پاک از جان ما، از مال ما، از زبان ما، از وقت ما، از فکر ما در قسمت سربلندی و آزادی غزه و فلسطین کار بگیرد. امریکا به دنیا اعلان کرده که هر کس به خاطر غزه صدا بلند کند ما او را از بین میبرم. هر جا تظاهراتی باشد ما او را از بین میبریم. اما به خاطری که امت اسلامی برای همه معلوم هست و مشخص بشود که این ملت از اخطار کفار نمی ترسد. ملت غزه با شهادت زنده هست. ملت افغانستان با شهادت زنده هست. روزی امریکا و اسرائیل سرنگون می شوند و تمام دنیا بداند. هم صدا شعار میدیم مرگ بر امریکا، مرگ بر امریکا، مرگ بر امریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر اسرائیل. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. لبیک یا اقصی، لبیک یا غزه، لبیک یا غزه، لبیک یا فلسطین، لبیک یا فلسطین، لبیک یا الله، لبیک یا الله، لبیک یا الله. حسبي ربي جل الله، حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله. نور
محمد صلى الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. خيبر خيبر يا يهود، خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سوف يعود، جيش محمد سوف يعود. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. ایستاده و این ناله ها و این شعارها مطمئن باشید هم به گوش اسرائیل میرسد و هم به گوش برادران و خواهران اهل غزه ما و شما. الله قبول کنه.